تو این ویدیو قراره بریم 3 تا از معروف ترین و قدیمی ترین بازی‌های هر دهه رو که نه ولی دهه 50 60 رو تست کنیم. قبل از اینکه موبایل و پلی استیشن و اینجور چیزا باشه، بچه‌ها تو قدیم خودشون رو با چند تا بازی معروف سرگرم می‌کردن. اما یه سوال پیش میاد، اگه هنوز همون بازی‌ها امروزه باشن همون جذابیت رو دارن واسه ماها یا نه؟ بریم ببینیم. خیلی خب بچه‌ها، بازی اولی که قراره بازی بکنیم بازی 7 سنگ. راتون بگیر. این بازی اینجوریه که ما یه کوه سنگ میچینیم با سنگ یا توپ بزنیمش و هر کی بتونه مثل آدم از فاصله دور داداش. خیلی خب اول شما از فاصله دور کس کن اینجا که نه بابای منم اینجا میتونه بزنه. بیا اینجا بزنم؟ اینجا بزن. اونجوری بزنی 500 تومن بهت میدم. چه جوری؟ اینجوری؟ آره من چشم بسته میزنم، کارامو بلدم. نکن بیا عقبه. از اینجا بزنی اینجوری بزنی 10,000 تومن بده. زیاد داری میدوش بقیه‌اشو میدم. بقیه‌اشو بزن. چی بزن. وای دهن آجی، ولی بازی‌های سختی می‌کردن ها. نه بابا این کاری نره بزنید. الان میای جلو میزنی. یا اینجا میزنی، اونجا باید بزنی. یا اینجا میزنم. تکون نخور. بس تاریخ رخ بگیرم. ای من ریده. اینا کات می‌خوره داش. اینا رو مخصوصا کات بزن حتما. بزن نیوسو. بزن. مثلا زیاده. بزن پرش بزن. بزن. به من نمیخوره. بزن در رو بزن. اصلا اینجا میزنم. اصلا اونجا. مثلا بسکتبالیست یا چی باید فاصلت 80 متر هم باشه. اینجا میزنم. ریدی بابا ریدی. آجی اگه بخوره به در برگرده بهش بخوره چی؟ نه دیگه. این پرتاب آخره. اینو بزنم میخوره. میریم بازی بعدی. بزن ریدی. میریم بازی بعدی. خب بچه‌ها رسیدیم به بازی تیله. داداش بذار برو. چشای منه. بیا ببین از این نقطه‌ای که اینجا شما کشیده ما باید بزنیم اون رو هم صدا قطع نشه. را در اون ناحیه رو بگیر. ببین حاجی خیلی سخته. آره بزن. جدی خیلی سخت. با انگشت آدم یه دونه تستی زدیم درد میگیره حاجی. آره. الان شما باید ادامه‌اش اونجا بزنین آقا. داش من بخوام اونجا بزنم که میخوره. خب باشه دیگه بخوره. بزن لوئیس بزن. گسخلی بابا تو هم. من گسخلتری. تو خیلی کس رفت راحت یا منو بزن. منم الله برکت. آقا چون رفته تو اینجوری من درش میارم میذارم. آقایون منو بگیر راد جان. به نظرم بریم بازی بعدی. ما بریم بازی که درد این بازی نمی. بریم گمشیم خیلی بهتره. بریم بازی بعدی. خیلی خوب بچه‌ها بازی بعدی بازی اسفامیل. این بازی دیگه همه بلدن. همه بلد. آروم آروم. خیلی خوب ببین اسم داری، اسم فامیل داری، کشور، شهر، حیوان، ماشین. دیگه چی باید بزنیم؟ میوه آفرین. غذا اگه با آ بود آجر هم حسابه. غذا رو بزن. میوه هم زدی. اشیا آفرین. جوره واقعی. ببین آجر رو گفتم تا من اشیا. یه چی دیگه هم بزنیم کافیه. گل حالا دیگه ولمون کن دیگه. نو گل نه سخت میشه. گل سخت میشه. یه حروف به ما بگو. چیه خیلی چیه خیلی سخته. چیه نه اسم خیلی اسمه. فامیل. آها کشور. نمیدونم کشور چیه حاجی ناموسن؟ داریم جریلا نه میوه کرج خودش کشور حاجی. میوه چی بزنی؟ ایالات متحده کشور ایالت هم اساس خودش حاجی. میوه چی بزنی؟ میوه به اشیا رو که در آوردم. خب میوه رو فهمیدم من. نمیگی. غذا من میوه رو موندم. غذا جمال پلو. حیوان غذا رو چی بزنی؟ میوه رو من چی بزنم؟ میوه داریم؟ توی خانواده طالبی خربزه، هندونه، ملون. بچی با چه نداریم این کس خود؟ مطمئنی داریم؟ ایرانی هم خوردم تا حالا؟ منم خوردم به نظرت؟ نه بیشتر برای شمالی چی ناموسن؟ چیه ناموسن؟ چی؟ گوه خوردی بابا. همه رو نوشتی تو؟ آره فقط میوه رو موندم. گوه خوردی. آقا استوب کن. نه نمیخواد ادامه بده. ما هم بنویسیم. فامیل حاجی. فامیل چی داری؟ من نوشتم از چیه مال شمالی هاست. رشتی ها یا گیلان یا مازندران. اینو بنویسیم.
یه جوری که تو تهران هم خیلی راحت پیدا میشه ولی خب جوزون؟ جوزون چیه؟ نمیدونم. ماشین و جوز جوز نزن. ماشین میوه حاجی، فقط میوه رو فکر کن. ماشین ایرانی داریم با چه؟ ایرانی نیست ولی تو ایران زیاد هست. آره آخ دهنم سرویس. جمعن میوه چیه راست می غذا چیه؟ غذا خیلی داری. میوه چی آقا؟ به میوه رو فکر قرآن کن. با جه نه جوراب پلو مثلا یارو میخواد بذاره حاجی. آقا یه سوال دارم. کاش داشتم. الان میوه واقعا با جه داریم؟ بله. نه ناموسن چی حاجی میوه؟ جو حساب کن. جو حساب نمیشه. میوه نیست آخه. خب میوه من ننوشتم دیگه بهش کن. بگیم اسم جان. جورجینا، فامیل جواد نوشته. جواد، راست میگه. فامیل جولفایی. جمالی، کشور جامائیکا. قزاقستان. قزاقستان با با جه؟ جی نوشته میشه انگلیسی. انگلیسی نه. قزاقستان با کی اچ. به قرآن با جی نوشته. دنبالشی جورجیا که میشه گرجستان. آره اون گرجستانه. بس هم انگلیسیش حساب نمیاد. بعد نه اصلا انگلیسیش هم اگه حساب کنی قزاقستان با کی اچ نوشته میشه. ریدم. 10-0 بده. ببین 10-0 شهر جولفا. جنوب. جولفا شهر نیست. چرا شهره؟ چرا شهر یعنی لب مرز ایران و حالا ترکیه داد نکش ولی مشهد. نه. حالا جولفا تو یه 5 شهره. بده. تو 5 تو بده. بغل مرز چرا 5 بده؟ 10 بله. بده دهن مرسی. تو چی گفتی؟ جنوب جنوب شهر حساب نمیشه. آره جنوب یه چیزه. بله. 0 صفر. حیوان. میوه نداریم. حیوان. حیوان جیرجیرک. میوه بگم چی بود؟ جانا. چیه دیگه؟ جانا راست میگه جانا. من جانا نخوردم. حاجی جانا اصلا اسم سگ دختر خالم هم جانا ناموسن. حالا ولش کن. بیا جوجه حیوان. غزه. خب حیوان جیرجیرک زدم. من جوجه. غذا رو که نزدم. اشیا رو هم زدم. جوادیه نه جوراب زدم. جامپینگ. جوراب هم حسابه دیگه. جامپینگ اشیاست دیگه. یه فعالیه ورزشه. اشیا به حساب میاد. ترامپولینه. خب جامپینگ هم بهش میگن. بچه‌ها اینم از این ویدیو بود. اگه خوشتون اومد حمایت بکنید دیگه. پارت‌های بعدی رو هم اگه بخواید توی نسل جدیدشون میذاریم.